این کدام روند زندگی را تعقیب داریم ما؟ صبح از خواب برخیستن، شاور گرفتن، چای خوردن، طرف کار رفتن، شام دوباره برگشتن به خانه، نان شب، بعد آن چند دقیقه تلویزیون یا موبایل و خواب کردن. فردا باز به همان شکل تکرار. مجموع تکرار این عمل در طول یک ماه چه داد برای ما؟ هیچ. فقط آخر ما معاش محدود و پرداخت قرضها. یک سال میگذرد، بعد آن سال دیگر و سالها به این شکل میگذرد. یک وقت متوجه میشویم که موها سفید شده، جوانی گذشته، با پیری روبرو شده اید. جایی که زندگی به آخر رسیده میباشد. آیا در طول این دوران از خود پرسیدیم که هدف زندگی ما چی بود؟ به خود چی کردیم؟ به منطقه چی کردیم؟ به جامعه و نسل آینده چی کردیم؟ کارهایی را که از شروع صبح الی شام انجام دادیم و چی بوده؟ اگر جواب این است که برای به دست آوردن یک لقمه نان، خرج خانه و بقای نسل، هدف آمدن به دنیا اگر فقط برای بقای نسل و به دست آوردن 3 وقت نان است نزدتان، پس معنای چنین زندگی نیست. مرگ هم شاید بالای ما بخندد که عمر طولانی بود و شما فقط آن را برای به دست آوردن یک لقمه نان ضایع نمودید.